به افتخار 97مین سال روز استرداد استقلال افغانستان، رقابت بایسکلرانی دختران 3 ولایت در کابل برگزار شد. در این رقابت که روز یکشنبه از ساحه پوهنتون تعلیم و تربیه برهان‌الدین ربانی آغاز و تا طاق ظفر ولسوالی بغمان ادامه یافت، 10 دختر از ولایت‌های کابل، بلخ و بامیان شرکت کرده بودند. در این رقابت معصومه علیزاده، زهرا علیزاده و رخسار به ترتیب مقام‌های اول، دوم و سوم را کسب کردند. معصومه علیزاده که مقام اول این رقابت‌ها را کسب کرده است میگوید خانواده‌ها باید اجازه دهند تا دخترانشان به ورزش رو بیاورند. مردم نمیپذیرند که دخترها بایسکلرانی کنه و همین مسابقات باعث روشن ساختن اذهان مردم میشه تا اونا بیشتر با ورزش بایسکلرانی برای بانوان معرفی شن و این برایشان عام شود تا اجازه بدن دخترایشان بایسکلرانی کنه. در این حال صادق صادقی رئیس بایسکلرانی کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید به جای اینکه این کشور در بخش ورزش پیشرفت کند، روز به روز به عقب می رود. به گفته وی علت این عقبگرد به خاطر افتیدن رهبری ورزش به دست مافیا است. گفتنی است که افغانستان در سال 1919 میلادی در زمان شاه امان الله خان آزادی دوباره اش را از انگلیس ها به دست آورد.